میخوام 10 تا دلیل رو واسهتون بگم چرا باید از این محافظه استفاده کنیم. سلام، من عزیزی هم، اینجا هم فولاد الکترونیک. امروز میخوایم با هم صحبت کنیم، یه بررسی بکنیم چرا من میگم از این محافظه استفاده کنید. آیا برای یک من خریدار منافعی داره؟ حتما و حتما با ادامه ویدیو همراه ما باشید. خب اولین دلیلی که ما میخوایم استفاده کنیم چیه؟ اولین دلیل حفاظت از کل وسایل برقی ساختمان که اینجوری میتونه باشه. هم محافظ کولره جلوی سوختنشو میگیره، هم محافظ یخچاله، هم محافظ تلویزیونه، هم محافظ کامپیوتره، هم محافظ شارژره، هم محافظ فن توالته، هم محافظ پمپ آبه، هم محافظ دربازکونه. این چه چیز این واقعا عالیه. همه ی خونه رو محافظت میکنه. این عالیه عالیه عالیه. خیلی خوبه. خیلی خیلی خوبه. دو، نمایش همزمان ولتاژ و جریان. همینجوری که توی تصویر میبینید، اینجا هم دارید میبینید، من اینجا نشونم، توی این تصویر هم میتونم نشونتون بدم. هم ولتاژ رو شما میبینید، هم جریان رو آنلاین دقیقاً همون لحظه داری میبینید که خونه‌تون چند آمپر میکشه و شما میتونید اون موقع حساب کنی. دیگه نیاز نیست که حتما همیشه خب الان کولر روشن ببینم چند آمپر میکشه، بریم یه آمپرمتر بخریم. آیا با اخکار شما بیا، نیاز نیست. میخوای ببینی فلان جارو برقی که داری یا یخچالی که داری چند آمپر میکشه، معلومه. همه چی آنلاین داره نشون میده و بسیار هم خوب و دقیق. این خیلی خوبه. شما داری میبینی که چقدر داری مصرف میکنی. شاید بخوای مصرفت کم بشه، شاید میگی چرا کمه، من باید بیشتر از این آمپر بکشه خونه من پسر فلانیه، باید آمپر زیاد بکشم. همینی که هست. تنظیم حد بالا پایین ولتاژ سومین دلیل ماست. سومین دلیل خیلی جالبه. شما وقتی میری یه محافظ معمولی میخری، اونو وصل میکنی، خب از خونت داره محافظت میکنه؟ نه. از یخچالت داره محافظت میکنه، از تلویزیونت داره محافظت میکنه. میتونی بگی مثلا من میخوام 222 ولت بشه قطع بشه، 223 شد وصل بشه؟ نمیشه. میتونی بگی آقا جان 240 ولت قطع کن، 220 ببخشید 210 مثلا وصل کن؟ نه. دست شما نیست. اصلا اختیاری تو این قضیه ندارید. کاری که شما میکنید اینه که اونو میخرید، تو شاخه رو میزنید، تموم شد رفت. خرابم شد پرت کن بیرون، یکی دیگه بخر. ولی توی این شما میتونی بهش بگی ولتاژ ورودیت چند باشه که قطع کنی. یعنی اگه ولتاژ ورودی، توی یکی از ویدیو هم گفتم اینو، تنظیماتشو دقیق گفتم، میتونید برید نگاه کنید. یعنی اگه ولتاژ ورودی به فرض مثال از 240 ولت بالاتر رفت، قطع کنه. از 235 ولت اومد پایینتر وصل کنه. شما دارین میگی به این دستگاه، متوجه شدید؟ شما به این دستگاه میگین که حد بالا و حد پایین ولتاژی که باید تو کار کنی چنده، نه بیشتر و نه کمتر. این یه مزیت فوق العاده عالی داره، فوق العاده فوق العاده. و یه دلیل دیگه هم هست، کنترل محدودیت جریان مصرفی. دلیل چهارمونه. شما با این دستگاه میتونی تنظیم کنی که آقا چند آمپر با بکشی مجازی. مثال شما الان توی مازندران هستیم، دارم میگم اینجا توی فصل کشاورزی از پمپ‌های برقی استفاده میکنن. خیلی جاها استفاده نمیکنن، خیلی جاها هم که برق نزدیک هست پمپ برقی استفاده میکنن. هم صداش کمتره، هم جای کمتری میگیره، هم رسیدگی کمتری میخواد. از پمپ برقی استفاده میکنن. خب دستشون درد نکنه، برای خودشون داره استفاده میکنن و بی دغدغه دو شاخه رو میزنن میرن. خب اگه این پمپ برقی آشغال بهش گیر کرد، باید چیکار کنه؟ اگر توی پمپ برقی حالا یه سوراخی چیزی بود، از طریق سوپاپ مار رفت توی پره، پمپ گیر پاش کرد، اون موقع چیکار کنه؟ انقدر باید کار کنه، انقدر باید کار کنه
تا بسوزه. یه واقعیته، باید بسوزه، راه دیگه وجود نداره چون محافظتی نداره. یه کلید میذارم واسش، مثلا آقای مغازه نسیه میخوایم، بله یه 25 آمپر بردار ببر. تا اون 25 آمپر پمپ اون 6 آمپر میخواد بگیره، تا اون 25 آمپر نندازه این قطع بکن نیست. چی میشه؟ پمپ میسوزه، میرن سیم پیچی. ولی حاضر شاید طرف آماده باشه برای این کار 7 میلیون 8 میلیون 10 میلیون پول سیم پیچی بده، ولی چون نمیدونه، چون اطلاع نداره، مجبوره که این استفاده نکرده. ولی من دارم میگم اینو به دیگران هم بگید، با استفاده از این دستگاه که قابل تنظیم هست، میتونی بگی آقا جان از 1/10 تا 63 آمپر میتونید تنظیم کنی. خیلی عالیه. موتور شما چند آمپر میکشه؟ مثلا اینقدر. خب این دو حالا یه ذره کمتر بیشتر، بالاخره یه مقایی هست که میتونه رد کنه، یه کمتر بیشتر جریانش رو دستگاهش رو تنظیم میکنی. توی یکی از ویدیوها هم گفتم تنظیم میکنی و چیکار میکنی؟ ازش استفاده میکنی. اگر موتور گیر پاش کرد، اگر موتور یه آشغالی چیزی رفت توش، آمپرش رفت بالا، دستگاه قطع میکنه. شما میتونی بفهمی که آقا چرا قطع کرده. و این عالیه، و این واقعا عالیه. پنجمین دلیلمون تأخیر هوشمند در وصل مجدده. تأخیر هوشمند در وصل مجدد. ببینید این 2 تا تایمر داره برای وصل کردن. یک تایمر وصل اوله، یعنی چی؟ این قطع کرد، ببخشید این برقش رفت قطع شد، یا برق منطقه قطع شد و میخواد وصل کنه. اینو یه تایمر داریم که ما تنظیم میکنیم. بهتره که روی مثلا 3 دقیقه بیشتر باشه، بیشتر از 3 دقیقه، حالا چقدر شد رو اون باشه. و یه تایمر دیگه داریم، قطع شد، آمپر کشید، ولتاژ رفت بالا، یه چند دقیقه میخواد واسه کنید، 10 ثانیه 20 ثانیه 1 ساعت 2 ساعت، حالا میشه تنظیم بکنی که آقا تا چند دقیقه چی میکنی. درست؟ 2 جور تایمر داره. شما داری بهش هوشمندانه میگی این کارو برای من انجام بده. تو محافظهای معمولی چنین چیزی وجود ندارد. تحمل جریان تا 63 آمپر. ششمین دلیل ماست که میگیم از این باید استفاده کنید. ششمین دلیلمون اینم خوبه که حالا توی قسمت قبل هم گفتیم، واسه مثال پمپ زدیم، الان دوباره همون مثال رو میگیم. شما باهاش تنظیم میکنی از اینقدر تا اینقدر آمپر مجازی، تموم شده رفت. از 0 تا مثلا 10 آمپر، از 0 تا 20 آمپر. این خیلی خوبه. این مزیت بسیار 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 بزرگیه که شما اینو تنظیم میکنی و این تنظیم برای شما خیلی 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 سودآور خواهد بود. خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم. قابلیت استفاده برای چند وسیله. هفتمین دلیل ماست که خیلی خوبه. یعنی شما این رو علاوه بر محافظ کلی ساختمان میخوای یک جایی داری استفاده میکنی، یه در کارگاهی داری، درسته؟ میخوای برای یه چند تا دستگاهات یا آمپر خاص داشته باشن، یه چند تا دستگاه دیگه یا آمپر خاص دیگه داشته باشن. درست؟ چند تا وسیله رو میتونی با هم جمع کنی، برای اونا جابجا کنی و این واسط خیلی خوبه. این واسط خیلی 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 خوبه. چرا؟ چون فرض مثال دارم میگم، کارگاه شما یه چیزی دستگاه ها داره که این دستگاه ها مثلا انقدر باید آمپر بکشن، احتمال داره که اینا قطعی زیاد داشته باشن، به دستگاه دیگه تون آسیب نرسونه. جدا کنید محافظاشون و خیلی عالی میشه. کیفیت و دوام بالا. هشتمین دلیل ماست. چرا میگم کیفیتمون بالاست؟ به خاطر اینکه ما توی یکی از ویدیوهایی که گذاشتیم، میتونید نگاه کنید، توی هم یوتیوب هست، هم اینستاگرام، هم آپارات، رله هایی که توش استفاده شده 90 آمپریه، ولی ما داریم 63 آمپری میفروشیم. ما نیومدیم یه رله مثلا 32 آمپری بذاریم و بگیم دستگاه ما 40 آمپریه. بیشتر از این توضیح نمیدم، اون چیزی که خودتون صلاح میتونید برداشت کنید. 9. جایگزین حرفه‌ای برای محافظه‌های ساده. اینو چند بار گفتم، دوباره هم دارم میگم. محافظه‌های ساده خوبند برای یه وسیله، ولی
با استفاده از محافظه‌های هوشمند شما میتونی بهترین استفاده رو بکنی، بهترین کار رو ازش بکشی، بهترین و دقیق ترین کار رو داشته باشی. این مهمتر از اینه که شما بیای و از محافظه ساده استفاده کنی. آخرین دلیل خیلی قشنگه، خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. یه نگهبان 24 ساعته شما گذاشتی واسه لوازم برقیت، تغذیه‌شون رو نگاه کنه. چه چیزی از این مهمتر؟ یه نفر هر ثانیه داره نگاه میکنه که دستگاه شما ولتاژ دقیق داشته باشه، جریان مناسب بکشه. واقعا هم عالیه. 24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته داره براتون کار میکنه. ممنونم که ما رو لایک میکنید، ممنونم که ما رو سابسکرایب میکنید، ممنونم که نظراتتون رو به ما میگید. خیلی خوشحال میشیم که هر دقیقه ما پر از لبخند رضایت شماست. خوشحال شدیم که ما رو برای دیدن انتخاب کردید.